13 ژوئن 1943 رئال مادرید در مقابل بارسلونا دور برگشت مرحله نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا. قبل از بازی آقای سانتیاگو برنابئو از هواداران خواسته بود که ورزشگاه چامارتین رو پر کنن. برنده این بازی باید در فینال به مصاف اتلتیک بیلبائو بره که اون سمت والنسیا رو شکست داده. یه ضربه کاشته برای رئال مادرید در دقیقه 5 و حالا پرودن دروازه رو باز میکنه. همون اول کاری نشون میده که توی چامارتین رئیس کیه. ضربه سر رو میزنه، آنتونیو میسازه و باریناگا رئال مادرید رو به گل دوم این دیدار میرسونه. ورزشگاه رو منفجر کرد این بازیکن. مولی رو سانت میکنه روی دروازه برای پرودن و یه ضربه سر عالی. حرکتی رو آغاز کرده آلونسو، یه بازیکن رو جا میذاره پاس برای پرودن و توی دروازه هتریک. چه آتیشی رو به پا کرده پرودن در ورزشگاه. آلونسو کورتا رو دریبل میکنه، میخواد از همونجا شوت بزنه، ضربهش رو دیدنی میزنه، تاق دروازه لوئیس میرا فرو میریزه. چه گلی زد از وسط زمین آلونسو. کاش جایزه‌ای برای زیباترین گل وجود داشت. حالا اونجا ساوتو پاس میده به مولی رو، از بین دو بازیکن میفرسته واسه پرودن. حتی گل شیشم برای رئال مادرید تو راه. آنتونیو بالاخره زهرش رو میریزه. دارن بارسلونا رو تأخیر میکنن کهکشانیا. سانت روی دروازه و این هم گل هفتم. باریناگا که دوباره چامارتین رو به خروش در میاره. آخرین دقایق نیمه اول کاشته برای رئال مادرید، توپ به تیر دروازه برخورد میکنه و در برگشت باریناگا که گل هشتم رو به ثمر میرسونه. باور نکردنیه چه بلایی داره سر بارسلونا میاد. آلونسو پشت توپ ضربه‌اش رو خلاف جهت میزنه و دروازه رو باز میکنه. شادی بعد گل محسوس خودش هم انجام میده. یه توپگیری پشت محوطه جریمه، میخواد نتیجه 3 سال پیش رو دوباره رقم بزنن. بوتلا دروازه رو باز میکنه. رئال مادرید 10 بارسلونا 0. رئال تازگذاری میکنه و در برابرش باید تنظیم کنید. برودن یه موقعیت خطرناک داره، کابوس بارسا میشه این بازی. این هم گل 11. چه پخت پزی به پا کردی آقای باریناگا. زیرشو کم کن که بوی سوختگی داره خفمو میکنه. باور نکردنیه، بازی رفت و 3-0 باخته بودن، اما اونا دعا کردن برای معجزه و معجزه از راه رسید. رئال مادرید باشگاه معجزه هاست. دقیقه 89 ماریانو مارتین ضربه کاشته‌شو دیدنی میزنه، اما دیگه فایده ای نداره. رئال 11 بارسا 1. چه شبی شد واسه مادریدیا و چه طولانی 90 دقیقه های این ورزشگاه. در تاریخ بنویسید رئال مادرید پادشاه اسپانیا، امپراتور اروپا و سرور تمام تیم‌های جهانه.